من در افغانستان یگانه چیزی که من زیاد دوست دارم به خدا از دل صاف برات میگم. یگانه ملیت که من دوست دارم ملیت هزاره است. اقا من دوست دارم ملیت هزاره را. خوارخوندای ما هزاره است، دوستای ما هزاره است. کسایی که من سرش اعتماد بسیار زیاد دارم در بزنس هزاره هستن. دیگه من چطور تعصب کردم میتونم؟ من با هزاره خواندم، من در استرالیا که رفتم برنامه مرا هزاره گرفته بود. باور کنید که 10% برای من پشتون آمده بود. 80% هزاره و تاجیک آمده بود. در جای تعصب نیست، هیچ امکان نداره. این بیخی یک اتهام نادرست است. نادرست است. هر کس که گپ میزنه بسیار ظلم میکنه. از خاطر از اینکه هیچ متعصب ندارم. ای جانان 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 ستمگر پوماگران ستمگر اول خدا سے نوزما جان ستمگر پمال ازان دیرو مهربان ستم راشی چیرمان ستمگر جانان 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 ستمگر دی پوماگران ستمگر ببخشید نه بسیار عالی. محاکمه زیر تاثیر آمدم. شیرین بیخی از مرد نه بسیار با مو مقبولیش زمزمه کرده.